بگو. اوکی. 15 10 10 15 مجموع 35 کیلو. 10 ثانیه. برو. ددلیفت، کلین، هنگ، آها بیا بالا، جرک، بنده بالا، پا جمع، صاف، حالا بیار پای. سبزا و نقره ها رو اضافه کن. اون وزن 5.5 یه ذره بده کنارتر، خیلی تو کادرته، یه ذره بدش کنار. آها خوبه. اضافه کن، هر طرف 1.5 لود میشه. مجموع 38 کیلو. یک تا برای جرکت دستتو قشنگ صاف کن. آرنج تو خمه حالا مدلش، ولی قشنگ صافش کن که نورب نگیرن ازت. بنداز وزن. بشین استراحت کن. بشین. اونجوری نه. ای خود. بشین استراحت کن. الان همه چیز عالی بودا، همه چیز عالی بود، فقط جرکت یکم ضعیف بود. رو جرکت کار کن، محکم پرتش کنی، زورشو داری. 30 ثانیه دیگه میزنی. باری کرده. چرا اسپلیت هم میتونی بزنی اگر تکنیک درست باشه. شما که کار نکردین آخه بخوای اسپلیت بزنی. 10 ثانیه. آره. آها هنگ، بیا بالا، آفرین، محکم با بدن صاف. جمع کن پاتو، حالا بیار پای. آفرین. میتونی 3 و درار. قرمزا رو بنداز. آره برو 2.5 هست، اگه میتونی بزنی برو. رچ نمیافتی. یک تا از کات نرو بیرون. وزنهاتو بذار تو کاد. سه رو بذار تو جلوی وزنهات که معلوم باشه تو کاد باشه. آها بله استراحت کن. 38 وزنه قبلی 38 کیلو ثبت شده. اونجور نشین پات اذیت میشه. یه دقیقه دیگه میزنیم. تمام. خسته نباشی. 30 ثانیه دیگه شروع.
به عجله نه. محکم کن بدنتو، کمرتو صفر، دست صفر، بکش رو به عقب. بکشی رو به عقب راحت تره برات. لیفت، کلین، آها، هنگ، و بذاریش زمین. بعد از اول بزنی حرکات. بکشی رو به عقب میزنیش، سنگین نیست برات. عجله نه. ده ثانیه دیگه بزن. آها، هنگ، بکش عقب، بیا بالا. آفرین، محکم. صاف کن، صاف کن دستتو، صاف کن. پاجم، پاجم، بنداز پایین. باریکلا. دو نیم، 10، 15، 10، دو نیم، 15. وزنه ثبت شده 40 کیلوگرم.